أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها پیوست شدن، تابع شدن، پیرو شدن به پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم و قسم‌های پیروی به محمد صلی الله علیه و سلم. این را میخوانیم با زبان عربی و ترجمه میکنیم و کم و زیاد ایضاح و شرح میکنیم. الله برای ما استفاده و افاده و اخلاص نصیب گرداند. آمین. ولا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك عن متابعة النبي صلی الله علیه و سلم. پست بودن مرتبه در نزد پروردگار از سبب کوتاهی در پیروی به رسول خداوند صلی الله علیه و سلم است. من چقدر به پیامبر خداوند پیرویم کم باشد، در نزد الله هم مرتبه من کم شمرده می شود. پیروی بر نبی صلی الله علیه و سلم در خصوص عمل کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی عمل کرده هستند، من هم همون خیلی عمل میکنم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی فکر کرده هستند، من هم همون خیلی فکر میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی اعتقاد کرده هستند، باوری کرده هستند، من هم همون خیلی باور میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیایشون رو چه خیلی زندگانی کرده هستند، من هم حرکت میکنم که دنیایم رو به مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگانی کنم. تجارتم رو اومد با انسان ها، رفت اومد با شوهر، با زن، با فرزند، با همسایه، رفت اومد با کافرها، رفت اومد با مسلمان ها. در تمام خصوصهای دنیوی، در تمام خصوصهای اخروی ما باید حیاتمان رو تنظیم کنیم به مثل حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النبي صلی الله علیه و سلم. پس بلند بودن مرتبه ما و شما در نزد خداوند به چی وابسته است؟ به سبب پیروی بر رسول خداوند صلی الله علیه و سلم است. من چقدر زیاد به پیامبر صلی الله علیه و سلم تابع باشم، هم در فکر، هم در اعتقاد، هم در زندگی، در حیات، در آخرت، چقدر تابع باشم، پس مرتبه ما و شما در نزد الله بالاتر است، والاتر است، اعلاتر است و خوبتر است. ما باید دنیایمان را به طرز فکر علما، به طرز فکر الله، به طرز فکر پیامبران باید تنظیم کنیم. بله، بالا بودن، پس بودن وابسته بر پیوست شدن، پیرو شدن بر نبی صلی الله علیه و سلم است. چقدر پیوستی ما، پیروی ما به نبی خداوند صلی الله علیه و سلم سخت‌تر، عمیق‌تر، چقدرتر باشد، همون قدر مرتبه ما و شما در نزد خداوند بالاتر است. چقدر از تابع شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم دور باشیم، پس مرتبه ما و شما در نزد الله همون قدر پستر و دورتر، بدتر است. الله پیروی را برای ما و شما و پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم نصیب گرداند، آسان گرداند، دائم گرداند. آمین. پس والمتابعة له علیه الصلاة والسلام على قسمین. پس پیروی بر رسول خداوند صلی الله علیه و سلم چند نوع است؟ دو نوع است. یکم نوع پیروی آشکاری، یعنی که به عربی جلیه میگویند، و دیگر تعبیر پیروی ظاهری، پیروی که ما با احساسات، با چشم خود دیده میتوانیم، با حسهای حواس خمسه خود ما این را فهمیده میتونیم. حواس خمسه: دیدن، شنیدن، طعم را چشیدن، بوی را گرفتن، لمس کردن، با رسیدن یک چیز را فهمیدن. و خفیه، دوم این پیروی، نمود پیروی خفی، یعنی که پیروی پنهانی، یا که به دیگر تعبیر پیروی باطنی، پیروی درونی، که دیده نمیشود به حواس خمس، با 5 حس دیده نمیشود، فهمیده نمیشود مثلا. پس اینها را شرح کنیم. فالجلیه، پیروی آشکارا چی است؟ کالصلاة و الصیام و الزکات و الحج و الجهاد و غیر ذلک. به مثل نماز، روزه داشتن، زکات دادن و حج کردن و جهاد کردن به رضای الله و غیر ذلک و غیر از این چیزها دیگر هستند. در همین خصوص ها پیامبر را تابع شدن، این پیروی یعنی که تابع شوی، آشکارا نامیده می شود. هنگامی که یک مسلمان نماز میخواند، زکات میدهد، بله، این انسان، این مسلمان پیامبر را ظاهرا آشکارا تابع است. و دیگر نمود پیروی هم هست که این پیروی چی نامیده می شود؟ والخفیه، خفی یعنی که پنهانی، باطنی نامیده می شود. با دیگر تعبیر این چی است؟ ان تعتقد الجمع فی صلاتک. یک شخص هنگامی که نماز میخواند، در حالت نماز خواندن در یک حالت باشد که این حالت جمع باشد. چی گفتن که مثلا حالت جمع؟ یک تمرکز، روح، بدن، چشم، فکر، عقل، تمام خیال و تمام چیزهایی که برای ما منصوب هست، با تمام این چیزها به الله تعالی رفتن، نزدیک شدن، تماما الله رو فکر کردن در حالت نماز است. این یعنی که درجه اخلاص است. پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میگویند که الاخلاص ان تعبد الله كانك تراه. اخلاص چی است؟ الله رو همون طور عبادت میکنی که دیده ایستاده ای.
و اگر دیدن ایستادگی باشه این طور عبادت کردن نتوانی، پس اعتقاد کن که الله تو رو میبیند. این حالت یک اخلاص است. برای ما و شما هم الله نصیب گرداند. و تدبر فی قرائتک، هنگامی که در نماز قرائت قرآن میکنیم باید آیات هایی که میخوانیم تدبر کنیم، یعنی که تفکر کنیم، معنایش رو اندیشه کنیم، فهمیم که الله برای ما چه گفتنی است. الله متعال برای ما خطاب کرده است. خطاب چی است؟ در هنگامی که ما خطاب میگوییم در آنجا مخاطب است، یعنی که کسی که خطاب کننده است و خطاب را گوش میکند آن هست. الله خطیب است، برای ما خطاب کرده ایستاده است در قرآن کریم و ما مخاطب این سخنها هستیم. پس ما باید این قولها رو فهمیم، معنایش رو تفکر کنیم که تو حیات خود را تبدیل دهیم، تو حیات خود را تزیین کنیم، خوشرو کنیم با شریعت خداوند، با شریعت، با قولهای رسول، با قولهای علما. در این حالت درجه ما در نزد الله چی می شود؟ بالا می شود، والا می شود، مقبول می شود. در دنیا هم سعید، در آخرت هم سعید می شود، وگرنه در دنیا شقی و در آخرت هم شقی می شود. الله هر یکی ما و شما را محافظه گرداند. فإن فعلت الطاعة، اگر تو هنگام نماز و قرائت کردن یعنی که این حالت ها رو احساس نمی کنی، كالصلاة والقراءة ولم تجد فيها جمعا ولا تدبرا، در حالت نماز خوندن در نزد ما حالت جمع نیست و تفکر نیست، پس حال ما چی می شود؟ فعلم، پس تو بدون که ان بك مرضا باطنا من کبر او عجب او غیر ذلك، اگر ما در نماز خود حالت جمع را نداشته باشیم، حالت اخلاصی را نداشته باشیم و حالت تدبر قرآن را، فهمیش قرآن را نداشته باشیم، پس دانیم که در درون ما یک کسلی معنوی هست، کسلی باطنی است که این را هر کس فهمیده نمیتواند. پس اهل این کسلی فهمیده میتواند. پس بدانیم که در درون ما کبر هست و در درون ما خودپسندی هست. خود را میپسندیم، خود را فقط معقول میکنیم، دیگران پست هستند و خود را بالا میدانیم و دیگران را پست میشماریم. این بیماری هایی است که باطنی هست. دور شدن این بیماری ها با دارو و با دیگر چیزها نمیشود. پس میشود با تسلیم شدن بر یک اهل این کسلی است، میشود که این کسلی را دور کنیم. بله، هر یک کسلی یک اهل خود را دارد. دکتر دندان است. دکتر قلب نمیشود که دکتر دندان قلب را معاینه درست کند، پس نمیتواند که دکتر قلب دندان را درست کند. پس نمیتواند که دکتر قلب کسلی های باطنی را درست کند. پس دکترهایی هستند که کسلی باطنی را چی میکنند؟ درست میکنند، مثل شیخ های بزرگ. قال الله تعالی، در این باره خداوند فرموده است که استعیذ بالله سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بله، من کسانی را که بی‌عدالتانه در زمین تکبر میکنند، خود را بالا میشمارند، فقط گپی من میشود، من از همه بهتر هستم، بله من از همه قیمت بها هستم میگوید، از آیات هایم الله چی میکنم؟ گفته است سأصرف، دور میکنم، دور میسازم. الله هر یکی ما و شما را از این حالت دور گرداند. فیکون مثالک کالمحموم الذی یجد فی فمه السکر مرا، در این حالت تو به شخص مانند میشوی که مثال تو به یک شخصی است که کالمحموم، محموم یک نمود خستگی است، یک نمود کسلی است. چه خیلی کسلی است؟ الذی، محمومه که یجد فی فمه السکر مرا، در دهان خود شکر می اندازد، در دهان خود عسل می اندازد، در دهان خود یک شکلات، یک چیزی که شیرینی را می اندازد یا که خرما را می اندازد و این خرما را، چیز شیرینی را هر وقت که دهان انداخت تلخ، طعمش رو تلخ میفهمد. در نزد این یک احساسات عکسی پیدا می شود. بله، انسان اگر در قلب خود تکبر و خودپسندی باشد، از نمازها، از عبادتها، از خیرها، از زکاتها، از روزه داشتن و جهاد کردن و دیگر عبادتهایی که ظاهری بود یا که باطنی بود، از تمام اینها لذت نمیگیرد، برعکس از تمام اینها چی میگیرد؟ براحت میشود، طعم تلخ را میگیرد، فیض و سر و دیگر چیزها را گرفته نمیتواند، وگرنه از عبادت کردن دلش تنگ میشود، از خیر کردن دلش تنگ میشود، از چیزهای حرام چی میگیرد؟ لذت میگیرد. برای چی؟ برای که در قلب خود کبر و خودپسندی است. الله از دو این کسلی و دیگر کسلی هایی که نشمردنی هستیم ما و شما را و نسل ما را نجات دهد. دعا میکنیم، لیکن سبب ها دارد که ما باید بر سبب های این چیزها پیوست شویم. فالمعصیه مع الذل والافتقار
خیر من مع العز والاستکبار. عبادتی که با کبر و خودپسندی انجام داده می شود یگان ارزش ندارد. یک کس را فکر کنید عبادت میکند، در قلب خود خودپسندی و کبر هست. عبادت میکند، خیر و حسنات میکند، روزه میدارد هر روز دوشنبه و پنجشنبه، یا که ایام البیض، روزه ایام البیض ماه هجری 3 روز روزه میدارد و دیگر سنت ها را به جای می آورد، لیکن با کبر و با خودپسندی میکند. در این حالت در عاقبت این عبادت ها طاعت ها یگان ثواب نمیگیرد، ارزش به دست آورده نمیتواند. لیکن یک کسی را فکر کنید که گناه میکند، نخواسته یکی به خواهش خود گناه میکند، با وسوسه یا که به قول یک دوستی که شیطانی است، اخلاق شیطانی است، کار خطا میکند، لیکن پشیمان میشود. حال این انسان از کسی که عبادت میکند و کبر در قلبش هست، حال این انسان بهترتر است. ما دعوت نمیکنیم که به گناه رویم و بعد چی کنیم؟ گناه کردن جایز است، گناه کنید و پشیمان شوید. نه، ما گفتنی هستیم که تو عبادت کن، لیکن از قلبت کبر و خودپسندی رو دور گردان، وگرنه عبادت های کردگار یگان ارزش در نزد الله یگان ارزش نمیدهد. قال الله تعالی حکایتا عن ابراهیم علیه السلام، پروردگار عالم در قرآن کریم قول ابراهیم علیه السلام رو نقل کرده، گفته است که استعیذ بالله فمن تبعنی فانه منی. معنای این آیت چی است؟ ابراهیم علیه السلام گفته است که پس هر کسی که به من پیرو شود پس او از من است، یعنی که از دین من است. جایی که میروم وای هم میرود، جایی که پیامبران میروند جنت است. کسی که پیامبران را توبه شود پیرو شود، جای وای هم جنت میشود. کسی که به پیامبران عاصی است، پیرو نمیشود، پیامبران را انکار میکند، نعوذ بالله تمسخر میکند، پس میزند و دیگر قول ها میزند، این از جنت دور است، از دایره ایمان دور است. فمفهوم هذا ان من لم يتبعه ليس منه، یعنی که مفهوم این آیت از این آیت یک مفهوم است، منطق است. این آیت یک مفهوم هم دارد. منطق چیزی را که ذکر کردیم تلفظ کردیم، و یک مفهوم چی است؟ چیزی که ذکر نکردیم تلفظ نکردیم لیکن فهمیده میشود، از همین روش آیت فهمیده میشود. این چی است؟ کسی که پیامبر را تابع نشود، ابراهیم علیه السلام را تابع نشود، پس از ابراهیم علیه السلام نیست. یعنی که جایی که ابراهیم علیه السلام میروند یا که چیزهایی که ابراهیم علیه السلام به دست آورده هستند، درجه‌ای که به دست آورده هستند، از اینها دور میشود انسان. بله. و قال تعالی حکایتا عن نوح علیه السلام، و الله متعال در قرآن کریم حکایت میکند از قول نوح علیه السلام را حکایت کرده، میگوید که استعیذ بالله ان ابنی من اهلی، ای پروردگار عالم پسر من نیز از اهل من است. خداوند جواب میدهد فاجابه سبحانه قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. ای نوح علیه السلام پسر تو هرگز از اهل تو نیست، هر چقدر از نسل تو هم باشد از اهل تو نیست، زیرا که عملی نادرست به انجام داده است. کافر شده است، پیامبر را انکار کرده است، آیات های الله را انکار کرده است. بله، انسان اگر آیات ها را، قول الله را، دین الله را انکار کند، هر چقدر پدرش پیامبر باشد هم در نزد الله یگان ارزش ندارد. الله نسل ما و شما را از پیروان پیامبران گرداند. آمین. فالمتابعه تجعل التابع كانه جزء من المتبوع. پیروی کردن، تجعل التابعه، پیرو، کسی که پیرو شونده است، که انه جزء من المتبوع، یکی از جزئی پیروی شونده میگرداند. کسی که مثلا از عائله پیامبر نیست، اگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم تابع شود، پس از عائله پیامبر شمرده می شود با سبب پیرویش. و این کان اجنبیان کسلمان، هر چقدر شخص اجنبی از عائله نباشد هم، مثل سلمان فارسی، لقوله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما است، از اهل بیت ما است. و معلوم در نزد همه ما شما معلوم است که ان سلمان من اهل فارس، سلمان فارسی از اهل ایران بود، از اهل عرب، از اهل پیامبران نبود. ولكن بالمتابعه صار من اهل البيت، اما با پیروی بر رسول خداوند صلی الله علیه و سلم سلمان فارسی از اهل بیت حسابیده شد. ما هم مثلا روس هستیم، کافکاس هستیم، داغستانی هستیم، قرقیز هستیم، قزاق، ازبک هستیم، دیگر ملت هستیم، افریکانس هستیم، امریکانس هستیم، فرانسوس هستیم. هنگامی که ما پیوست شویم، پیرو شویم به پیامبر خداوند، ما از اهل پیامبر شمرده میشیم. فکما ان المتابعه تثبت الاتصال، پیروی یک جوشوی رو به بین میبیارد. كذلك عدمها یثبت الانفصال، پیرو شدن همراهی رو میبیارد، یک جایی رو میبیارد، و عکس این هم، یعنی که جدا شدن هم جدایی رو به میدان میبیارد. والحمد لله رب العالمین.